سلام عرض می کنم. ما در این ویدیو قراره که قضیه هاین بورل رو اثبات کنیم. یعنی قضیه اگه درست بنویسمش، بله، هاین بورل تیوریم، قضیه هاین بورل. بله، حالا قضیه هاین بورل چند تا ورژن و چندین تا شکل مختلف داره. خب حالا من شاید راجع به دو تاش صحبت کنم که یکیش تو این ویدیوه و قضیه که ما میخوایم، یعنی اون شکل از قضیه هاین بورد که ما میخوایم راجبش صحبت کنیم میگه که فرض کنید که باز بسته آبی یک بازه بسته و کراندار باشد. آن وقت هر اوپن کاوری از این بازه یک دونه یه فاینال ساب کاور داره. خب فاینال ساب کاوری براش وجود داره برای هر اوپن کاورش، یعنی فاینایت ساب کاور ای برایش وجود دارد. حالا اوپن کاور منظورش چیه؟ حالا بخوام مثلا با شکل یه چیزا مثال بزنم، مثلا فرض کنیم که یه مجموعه اینجا داریم، یه مجموعه ایکس اینجا داریم. خب و اوپن کاور یعنی این که یک کالکشن که میگم میتونیم به تعداد شماره یا تعداد ناشمارا مجموعه باز داشته باشیم که اجتماع اینها، یعنی اینا ما یه تعدادی مجموعه باز داریم که اجتماع اینها میاد کل این ایکس رو میپوشونه. یعنی چی؟ یعنی اوپن کاور یه مجموعه به این صورتیه، یک مجموعه ای از ست های بازه، مجموعه های بازه، حالا به تعداد شماره یا ناشمارا، که خاصیتش اینه که مجموعه ایکس ما این موقعی اوپن کاورش هست که مجموعه ایکس ما زیر مجموعه اجتماع همه این او حالا اندیس آلفا ها بشه. خب پس این میشه یک مجموعه یا یک اوپن کاوری برای یک به اصطلاحاً پوشش بازی برای مجموعه ایکس ما، ایکس دلخواه. حالا یه فاینت ساب کاور یعنی اینکه حالا از همه این تعدادها حالا شماره یا ناشماره، مثلا نامتناهی یا متناهی، اینفینیت یا حالا فاینایت، یه دونه یه تعداد متناهی وجود داشته باشه. یعنی مثلا n تا داشته باشیم، n تا از اون کالکشن باشه که x بشه زیر مجموعه او آلفا یک اجتماع با او آلفا دو تا او آلفا n. خب پس اینم میشه فاینایت ساب کاور. خب فاینایت ساب کاور اینم که به نوعی اوپن کاور بود دیگه. خب حالا یه توضیح اجمالی راجع به این چیزا دادیم، راجع چیزایی که باید بدونیم، و خب اینم توی آر دیگه، اینم زیر مجموعه آر میشه. خب این بازه بسته ما کراندارم هست. خب حالا میایم ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم. حالا اثبات شروع میکنیم. میگه فرض کنیم که یک اوپن کاور دلخواه به ما داده شده باشه. فرض کنیم که اوپن کاور یا پوشش باز دلخواه رو داریم و پوشش باز دلخواه رو داریم و با همچین چیزی، یعنی پوشش باز دلخواه L با
مجموعه های باز او آ او اندیس آلفا که حالا آلفا متعلق به کالکشن آ. خب حالا اینو داریم و میایم یه مجموعه سی رو تشکیل میدیم. مجموعه سی که من تشکیل میدم چیه؟ سی مجموعه تمام x های متعلق به آلفا و بیه که بازه بسته آلفا یا آبیه که AX این بازه بسته AX دارای فاینایت ساب کاور در دارای فاینایت ساب کاور در اوپن کاور حالا که پوشش بازه L باشه، در L باشه. خب همونجور که میدونیم خب غالبا سی توهی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه فرض کنیم که چون خود آ متعلق به سی. چرا؟ چون که آ بازه بسته آ و آ میشه مساوی مجموعه آ. خب و از اونجایی هم که مجموعه تکاسبی آ و از اونجایی هم که آ متعلق به بازه بسته آبیه و بازه بسته آبی هم زیر مجموعه تمام این مجموعه های بازه او اندیس آلفا میشه، برای که حالا اصلا آلفا متعلق به آه. پس این بازه بسته این مجموعه آ ما که اینه زیر مجموعه تمام این او اندیس آلفا هاست. خب پس باید یه دونه او آلفا یکی وجود داشته باشه که به این صورت که آ متعلق به او آلفا یک باشه. خب اینجا او آلفا یک، اینجا او آلفا یک. خب چون در غیر این صورت آلفا متعلق به اجتماع این یا این آما متعلق به این اجتماع نمیشد. خب پس یه دونه اندیس آلفا یکی داریم که آما متعلق به اونه. خب در این صورت اگه همچین چیزی وجود نداشت متعلق نمیشد به بازه اجتماع مجموعه او اندیس آلفا. خب پس این برخلاف فرض ما میشد. پس یه دونه مجموعی وجود داره. پس حالا طبق تعریف فاینایت ساب کاور این بازه بسته آ و آ دارای فاینایت ساب کاور توی مجموعه توی اوپن کاور L هست، بنابراین متعلق به سی ماست، متعلق به مجموعه سی ماست. پس بنابراین سی ما توهی نیست. خب و همونجور که میدونیم سی مجموعه سی کراندار هم هست دیگه. چرا؟ چون طبق تعریف مجموعه سی اگر x متعلق به سی باشه اون وقت یا x کوچکتر مساوی b یا بزرگتر مساوی آ ماست. خب پس بنابراین x کران داره. خب حالا میتونیم از اصول موضوعه، یکی از اصول موضوعه در مجموعه اعداد حقیقی در R این بود که اگر مجموعه کراندار و ناتوهی باشه، اینجا کراندار از بالا یک دونه سوپریموم داره. سوپریموم در R داره. خب پس یه دونه وجود داره لاندایی، حالا لاندا مینامیمش، که لاندا میشه مساوی سوپریموم مجموعه سی ما. خب و اینجا از اصول موضوع ما استفاده کردیم دیگه، اصول
موضوع یا اکسیوم، اصول موضوع آر استفاده کردیم. خب پس لاندا هم داریم. میخوایم بگیم که اون دو تا مرحله داره. یکی میخوایم بگیم که لاندا متعلق به سیه، مرحله اول میشه، و مرحله دوم اینه که میخوایم بگیم که لاندا مساوی بی. خب این دوتا رو باید به سرانجام برسونیم. خب حالا میخوام بیام بگم که آقا اولی بیام بگم که لاندا میشه متعلق به سی. خب حالا فرض کنیم که لاندا خب متعلق به سی نیست، چون سی ما کراندار بود و x کوچکتر مساوی b باید میشد هر x به ازای هر x متعلق به c. پس چون لاندا سوپریمومه، لاندا باید کوچکتر مساوی b باشه. خب پس لاندا باید متعلق به بازه بسته آ b باشه. پس به این صورته که لاندا باید متعلق به این اجتماع این او اندیس آلفا ها باشه که آلفا متعلق به آی بزرگن، به این کالکشن ما هستن. پس یه چیزی داریم. پس یه دونه وجود داره، یک دونه او بزرگ، حالا مثلا بتا یکی، حالا با بتا یک مینامیم زیاد فرق نمیکنه. میخوایم بگیم یک مجموعه باز وجود داره که لاندا متعلق به اونه. خب چون در این صورت دیگه لاندا متعلق نمیشد به اجتماع اینها اگه متعلق به هیچ کدومشون نبود. خب حالا با طبق تعریف مجموعه باز یک دونه حالا اوپن بال یا نیبری یا همسایگی از لاندا هست که زیر مجموعه همون او بتا یک میشه. او بتا یک میشه. میگیم که طبق تعریف مجموعه باز، حالا میتونید تعریفش رو در کتاب رودین بخونید. خب خیلی کتاب خوبیه، پیشنهاد میکنم که بخونید کتاب رودین رو. طبق تعریفش در مجموعه باز یه دونه بازه لاندا منهای اپسیلون و لاندا به اضافه اپسیلون وجود داره که میشه زیر مجموعه او بتا یک. خب یعنی وجود داره اپسیلونی که طبق تعریف این میشه زیر مجموعه او بتا یک. خب حالا و اینو داریم. حالا چون لاندا سوپریمومه، پس لاندا منهای اپسیلون سوپریموم نیست. چون لاندا منهای اپسیلون سوپریموم نیست، پس یه دونه پس وجود داره x صفر متعلق به c که این x صفر میشه بزرگتر از لاندا منهای اپسیلون. در این صورت لاندا منهای اپسیلون میشه سوپریموم ما. خب پس به این دلیل x صفر وجود داره با همین اوصاف و میدونیم که طبق تعریف همون طبق جوری که مجموعه C رو ساختیم، آ و x صفر یه دونه فاینایت ساب کاور در پوشش باز ال ما داشت. یعنی این میشه این مجموعه یه تعداد متناهی از مجموعه های باز. خب مثلا میگیم او مثلا حالا چه میدونم مثلا بگیم او زد یک اجتماعش با او زد دو تا اجتماعش با او زد ا. خب اینو داریم و از این گذارم میتونیم نتیجه بگیریم که لاندا منهای اپسیلون و باز لاندا منهای اپسیلون و بسته لاندا میشه زیر مجموعه او بی یک. خب پس از این دوتا میشه نتیجه گرفت که اجتماع بازه بسته آ و x صفر با باز لاندا من اپسیلون و بسته لاندا که میشه زیر مجموعه اجتماع او بی یک او بتا یک با او زد یک تا او زد دو تا او زد او.
زد n. خب که و میدونیم که این اجتماع هم میشه مساوی بازه بسته آ و لاندا، چون که x0 بزرگتر از لاندا منهای ای بود دیگه، پس لاندا منهای ای هم شاملش میشه، پس کل این بازه میشه. حالا از این به نتیجه رسیدیم که از این چون دارای فاینایت ساب کاور هست، پس لاندا میشه متعلق به مجموعه سی ما. پس لاندا تعلق داره به مجموعه سی ما. حالا بریم صفحه بعدی و میخوایم بگیم که لاندا مساوی بیه. خب حالا بگیم که کلا چون کراندار بود دو تا حالت بیشتر نداره، یا لاندا مساوی بیه یا لاندا کوچکتر از بیه. میخوایم بگیم که این غیر ممکنه، پس تنها حالت باقی مونده این میشه. خب پس میخوایم بگیم که این غیر ممکنه. حالا فرض کنیم که همین چیزی رو داریم، حالا طبق همون آرگومنت قبلی. خب بذار من این رو کپی کنم. حالا بذار من این رو، خب اینو داریم، بذار من اینو دارم. خب به این رسیدیم. خب بعد دوباره طبق همون تعریف مجموعه باز بودن یه اپسیلون وجود داره که باز لاندا به اضافه اپسیلون و لاندا منهای اپسیلون میشه زیر مجموعه او بی یک. بعد از این نتیجه میگیریم که بازه بسته لاندا و لاندا به اضافه اپسیلون میشه زیر مجموعه اکید او بتا یک. خب اینو داریم چون لاندا متعلق به سی دیگه. و حالا از این میتونستیم بگیم که از این چون لاندا متعلق به بازه بسته آ و بی بود به این رسیدیم. خب شبیه همون گزاره‌ای که در صفحه قبل بود. حالا بعد چون لاندا متعلق به سیه، یعنی این که بازه بسته آ لاندا هم یه فاینال ساب کاوری داره دیگه، که مثلا میگیریم او M1 اجتماعش با او M2 تا اجتماعش با او M. خب حالا گفتیم که لاندا، فرض کردیم که اینجا لاندا کوچیک‌تر از بیه دیگه. خب حالا اینجا دو تا حالت میشه، یا لاندا به اضافه اپسیلون کوچیک‌تر از بیه که همین لاندا به اضافه اپسیلون رو استفاده میکنیم، یا لاندا به اضافه اپسیلون حالا بزرگتر مساوی بیه. خب که در این صورت یه دونه اپسیلون کوچکتر از لاندا منهای بی میگیریم که که اپسیلون کوچکتر از بی منهای لاندا میگیریم، یه اپسیلون صفری میگیریم که لاندا به اضافه اپسیلون صفر میشه کوچکتر از بی و این بازه بسته لاندا و بازه لاندا به اضافه اپسیلون هم میشه همین زیر مجموعه لاندا و لاندا به اضافه اپسیلون که میشه که خود اینم میشه زیر مجموعه او بتا یک. خب پس در صورت هیچ مشکلی نخواهیم داشت. خب از این لحاظ. خب پس یه دونه اپسیلون صفری هست که چون اینجا در اینجا چون لاندا به اضافه اپسیلون خودش کوچیک‌تر از بی شد، خود اپسیلون برابر اپسیلون صفر قرار میدیم. در این صورت یه همچین اپسیلون صفری رو میاریم. خب پس بنابراین یه دونه وجود داره اپسیلون صفری که لاندا به اضافه اپسیلون صفر میشه کوچیک‌تر از او بتا یک. خب یعنی میشه زیر مجموعه او بتا یک. حالا اجتماع این دوتا به ما چی میده؟ اجتماع این دوتا به ما میده که بازه بسته آ و
بازه لامدا به اضافه بازه بسته آ و بازه بسته لامدا به اضافه اپسیلون دو اپسیلون صفر دوم میشه زیر مجموعه او بتا یک با او ام یک با او ام دو تا او ام. خب من چرا از این استفاده کردم؟ دو تا کار میشد کرد. خب یا اینکه مثلا میتونستیم بگیم چون این اپسیلون صفره، حالا حالت کلیش این میشه، بگم که چرا این کار ما ولیده، چرا این کار ما درسته. خب چون که اجتماع آ و بازه بسته لامدا به اضافه اپسیلون میشه زیر مجموعه او بی یک تا او ام ان. خب پس چون این مجموعه زیر مجموعه اینه، پس زیر مجموعه این هم قطعا هست. پس لامدا به اضافه اپسیلون صفر دومم متعلق میشه به سی ما که این با فرض سوپریموم بودن لامدا تناقض داره. یعنی با برهان خود به تناقض رسیدیم. پس لامدا باید مساوی بی باشه. پس آ و بی دارای فاینایت ساب کاور هست. پس حالا اثبات تکمیله. موفق باشید.